دوستان و برادران عزیز، الحج یوم العرفه، این روز عرفه است. دعای هر یک انسان اجابت است. برادرانی که بیمار هستین، اپا و خواهرانی که بیمار هستین، اکا و دادران و پیران سالان، مادران عزیز مهربان و پدران مهربان عزیز، هر یک کدوم شما که بیمار هستین دست به دعا کنین، از الله سبحانه و تعالی طلب کنین، نماز نافله نخوانین. این روز وقت اجابت دعا هست، وقت اجابت دعا هست. اکثریت ما و شما شاید که این روز روزدار باشیم و دعای روزدار انشاءالله که قبول است نزد پروردگار. نماز نافله نخوانین، تلاوت قرآن را وقتها صرف نکنین. فقط دست به دعا. انسان هایی که قرضی دار هستند، انسان هایی که مشکلی دارند، انسان هایی که پر از پرابلم هستند، و والله که این روز اجابت دعا هست. دست به دعا کنین، چنان که الله سبحانه و تعالی فرموده است که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. شما کم بخندین و بسیار بگیرین و این روز دست به دعا کنین و گریه کنین نزد پروردگار. و الله سبحانه و تعالی دعای هر یک کدیم و شما را میشنه و دعا را انشاءالله که اجابه میکنه. و مخاطر فرصت را از دست ندهیم. هر انسانی که شوهر میخواه، هر انسانی که زن میخواه، هر انسانی که ملک و مال میخواه، هر انسانی که طلب مغفرت میکنه از پروردگار، الله سبحانه و تعالی دعای اونها را اجابت میکنه. از مخاطر برادران عزیز، وقتها را این وقتهایی هستند که اجابت دعای بهوده صرفشان نکنین. از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت کنین، در حق بیماران دعا کنین، در حق پدران و مادران مهربانی که از دنیا گذشتن، در حق اونها را نیز دعا کنین. هر یک انسانی که از دنیا میگذره اونها محتاج دعا هستند، در حقشان دعای خیر کنین، در حقشان دعا کنین که الله سبحانه و تعالی گناهان اونها را عفو و مغفرت کنه و داخل جنت چون کنه. هر یک کدیم ما و شما که از دنیا که بگذریم و محتاج به دعا هستیم. ببینین که هر انسان در یک مشکلی دوچار میشوه، برای او دست درازی کن چقدر خرسند میشن. انا ببینین که انسان هایی که گذشتن، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقتی که فرزند آدم از دنیا بگذره تمام عملهاش بسته میشه و جز سه. یک از اونها صدقه جاریه، دیم از اونها علم فایده یار، سیم از اونها فرزند صالح. در حق اون دعا کنن. الحمدلله ما میتونیم در حق پدران و مادران مهربان دعا کنیم، در حق خویش اقربا، در حق جمله مسلمانان انشاءالله که میتونیم که دعا کنیم که پروردگار فلانی انسان در بین ما بود، این حال در بین ما نیست، از دنیا گذشت، خدایا گناهان اونها را عفو و مغفرت بگردان. برادران عزیز، فرصت را از دست ندهین، با طاعت عبادت الله باشین، دست به دعا کنین، از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. برای هر یک مسلمان، برای هر یک مسلمانی ضعیف، برای هر یک مسلمانی که در زندان هستند، برای هر یک مسلمانی که در یگون مشکلی دوچار هستند، در حق اونها دعا کنین. وقتی اجابت دعا هست، شاید که دعا یک از ما و شما اجابت شود و الله سبحانه و تعالی به سبب ما مشکلی اونها را حل کنه. دوستان عزیز، برای هر یک کدوم خودمون دعا کنیم. برای انسان هایی که شوهر دارن بینشون مشکلی از در حق اونها را دعا کنین که خدا بینشون محبت پیدا شد تا اینکه بینشون جنگ جدال پیدا نشود. الله سبحانه و تعالی برای هر یک کدوم ما و شما علم مفید و رزق حلال و عملهایی که نزد پروردگار قبول می شوند و اونها را برای هر یک کدوم ما و شما نصیب بگردانند. و از فتنه شیطان و از فتنه انسان هایی که به مثل شیطان هستند، از اونها الله سبحانه و تعالی هر یک کدوم ما و شما را نگهبان باشه. دوستان عزیز، وقتی دعا های وقت رو کم میکنیم، ان شاء الله با دعا باشین. در حق ما را هم نیز دعا کنین که خداوند باز هم قوت من بده در راه دین اسلام خدمت کنیم تا اینکه جن شیاطین ضررشون به بندگان خدا و مسلمانان نرسانند. در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حق من هم نیز دعا کنین.